احترام و اعتماد عامه جامعه و حقوقدانان به دستگاه قضایی در گرو منش و تصمیم گیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته هستش. یکی از ملزومات اساسی شایستگی قضایی مهارت‌های قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی هستش. از جمله مهارت‌های قضایی تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی، آشنایی گسترده با قوانین ماهوی، توانایی برگزاری مطلوب جلسه استماع اظهارات، صدور دستور و احکام در یک اسلوب شفاف، منطقی و دقیق و توانایی برخورد با مسائلی که موجب اطاله دادرسی بشه هستش. همچنین میشه از جمله مهارت‌های مدیریتی که برای یک قاضی لازم هستش به مدیریت زمان، مدیریت امور شعبه و همچنین مدیریت دفتر دادگاه، مدیریت رفتار با وکلا و مدیریت نفس اشاره کرد. و از جمله مهارت‌های اخلاقی هم صداقت و درستکاری، استقلال قضایی، تواضع و بی‌طرفی. با عنایت به حجم گسترده‌ای که از ورودی پرونده‌ها در شعب مختلف دادگاه‌ها وجود داره و همچنین دادسرا، لذا الزاماً به نظر میرسه که این مهارت‌هایی که خدمت دوستان ارائه کردیم بایستی قبل از این که وارد در این منصب بشن دوستان عزیز دنبال این باشن که مهارت‌ها رو برای خودشون ایجاد بکنن.